سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. خوش اومدید به کانال یوتیوبی خودتون، کانال پول جمع کن. امروز اومدیم با یه ویدیو درجه یک. پس بی معطلی بریم سراغ ویدیو. خب بچه‌ها، من معمولا وقت شما رو نمیگیرم، نمیخوام الکی ویدیومو زیاد کنم، طولانی کنم و سریع میرم سراغ اصل مطلب. بدون حاشیه براتون توضیح میدم چیکار کنید پول در بیارید. اهل دروغ و چرت و پرت هم نیستم. کاری که بهتون میگم خودت یه دو تا 4 تا کنی میفهمی که 100% میگیره. حالا قرار نیست میلیاردرت کنه، ولی کارهایی که بهت میگم وقتی ازت نمیگیرن. یه پول خوبی بهت میده که با اون پولی که جمع میکنی میتونی بزنی به کسب و کاری که خودت دنبالشی. حالا این کار چیه بچه‌ها؟ آقا دیدید دیگه، همتون دیدید که کلی مغازه هست که کنارش یه دونه چیز آب جوش گذاشته، برای اینکه میری مثلا یه دونه چای نبات، یه دونه کافی میکس، یه چیزی میگیری. تو شهرهای شمالی یا داخل مغازه های بین راهی همیشه اینا هست، همیشه. دکه ها هم اکثرشون دارن. حالا شما چی کار میکنیم؟ دکه اینو داره، کافی میکس، چای اینا میندازه داخلش میفروشه دیگه. من به شما یه راه خفن معرفی میکنم که برید به این دکه ها یه سری لیوانای چی؟ لیوانای بیرونبر کافه‌ای همه جا میفروشن. میرید از عمده فروش 4 بسته لیوان بیرونبر کافه‌ای میگیرید. کافی میکس، وایت چاکلت، هات چاکلت، نمیدونم کاپوچینو، این چیزهای مختلف رو میری فله میگیری. از هر کدوم یه ذره بگیر. کلا برای این کار 500,000 تومان هم هزینه‌اش نمیشه. انجام بده. برو سراغ دکه، داخل اون لیوانه بریز، درش بسته، تموم شده رفت. میری سراغ دکه، همه این لیوانا آماده، کافی میکس، هات چاکلت، فلان. روشونم میخوای کارت حرفه‌ای باشه، ببین مردم یه سری نمونه ها که داخل ایران هست و نشونت میدم، اینجوریه. ولی شما به خاطر اینکه کارت حرفه‌ای باشه میتونی برچسب یا برندی هم از خودت بزنی و اون برچسب هم نوشته باشه که مثلا هات چاکلت، وایت چاکلت. مثلا وایت چاکلت آقا چه میدونم لیوانش سفید میذاری، یه سری نکات خودت در نظر میگیری دیگه. به راحتی بچه‌ها فروش میره. قیمتی هم که در نظر میگیری، خب به نظر من قیمتی که در نظر میگیری اون لیوان و اون کافی میکس داخلش، اون چیزای داخلش، مثلا پای تو 2500 تومن افتاد، قیمتی که میفروشیش مثلا 7000 تومن، 8000 تومن میتونی بفروشیش. و اون دکه که میفروشیش 20000 تومن، 25000 تومن، تا حتی 10,000 تومن هم میتونی بفروشیش. ولی 8-9,000 تومن خیلی قیمت تحریک کننده ایه و راحت، اصلا نمیخواد کلنجار بری دنبال بازاریابی، نمیخواد باشی به هر کی بگی دستت هم میبوسه و میگیره ازت، چون کارشو راحت میکنه. این یه ایده کسب و کاریه که همین فردا میتونی بری یه فروشگاه، این خریدایی که گفتم 400 تومن، 300 تومن، 500,000 تومن خرید کنی، همین فردا بری انجام بدی. و همین فردا بچه ها از این کار میتونی مثلا تقریبا 2 میلیون سود کنی، 3 میلیون سود کنی به راحتی. یه بار حرف گوش کن، انجام بده. دنبال نون حلال خوردن باش، کار کن، پول در بیار. این کارهایی که بچه بهتون میگم خیلی ایده های ساده ای، اصلا چیز پیچیده ای نیست. یه 2 تا 4 تا هم میکن، خودت میدونی میگیره دیگه، حرفی توش نیست. پس به نظر من انجام بدین این کارا رو. وقتتون رو الکی تلف نکنید، دنبال چیزایی که نمیشه نباشید، دنبال یه شب میلیاردر شدن نباشید. کارهایی که بهتون میگم انجام بدید، یه پولی به دست بیارید و بزنید به اون کسب و کار و اون ایده هایی که تو ذهن خودتونه. مرسی که ما رو دنبال کردین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.